دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سر حال باشین. اسم من حسین زحمتکشه، صدای من رو از کانال ذهن دنج میشنوین و میخوایم که فصل 9 کتاب نیمه تاریک وجود دبی فورد رو با هم دیگه ادامه بدیم. زمانی که دوستم امی در جریان طلاق از همسرش تلاش میکرد تا آزردگی خود را التیام بخشد، ظاهرا نمیتوانست خشمش را رها کند و هر روز رویداد ناراحت کننده جدیدی برای او رخ میداد. او به سختی تلاش میکرد تا در روند تمرینات خود را دوست بدارد، اما اغلب این کار به نظرش غیر ممکن میرسید. امی در تلاش برای زدودن احساسات منفی خود فهرست تمامی حالاتی را که در اد دوست داشت و یا از آنها متنفر بود نوشت. البته این فهرست بسیار طولانی بود، اما او به تدریج توانست فرافکنی‌های مثبت و بیشتر فرافکنی‌های منفی خود را بازپس بگیرد. با این وجود بارها واژه‌ای به فکر امی رسید که نمی‌توانست آن را بپذیرد و آن واژه دلمرده بود. هنگامی که او عصبانی بود، اد را شخصی بی احساس و دلمرده می‌دید. امی تلاش می‌کرد تا خود را به صورت شخصی دلمرده بپذیرد، اما نمی‌توانست هیچ تشابهی بین خود و چنین شخصی بیابد. تمامی شواهد دنیا حاکی از آن بود که او فردی بسیار بانشات و سرزنده است. امی می‌توانست به راحتی بخندد، بگرید و فریاد بکشد. او تمامی گستره احساسات را تجربه می‌نمود، اما به هر حال واژه‌ای که ناراحتش می‌کرد دلمرده بود. امی به جستجو ادامه داد تا جنبه دلمرده و بی احساس وجودش را بیابد. ماه‌ها گذشت، طلاق امی قطعی شد و او راضی بود، اما هرگاه ناراحت میشد باز هم واژه دلمرده به ذهنش راه می‌یافت. تا آنکه با چارلز دوست شد که از خودش بسیار جوانتر بود. روزی امی با پسرش بابی و چارلز به گردش رفت. هنگامی که چارلز سوار اتومبیل شد، نوار همیشگی سسمی استریت را درآورد و نوار آرون نویل را گذاشت. چارلز خودش هم شروع به خواندن کرد و با بابی که چهرهش از شادمانی می‌درخشید به شوخی و تفریح پرداخت. ناگهان اشک از چشمان امی سرازیر شد. در آن موقعیت او نمی‌توانست جلوی گریه‌اش را بگیرد. لحظه بسیار زیبایی بود و امی نمی‌فهمید چرا ناراحت شده است، تا آنکه متوجه شد احساس دلمردگی می‌کند. چارلز جوان، پر انرژی و سرشار از شور و شوق نسبت به زندگی بود و در برابر او امی دریافت که بخشی از وجودش دلمرده است. بخشی از وجود امی از شادی و تفریح دست کشیده بود. خبر خوش آن که پس از آن که امی این بخش دلمرده وجود خود را پذیرفت، دیگر با اد اتصالی نکرد. او توانست با دوست داشتن و مهر ورزیدن به این جنبه طرد شده وجودش، اد و خود هر دو را ببخشد. خشمی که نسبت به اد داشت امی را راهنمایی کرد تا این جنبه پنهان خود را کشف نماید، وگرنه او نمیتوانست این بخش از وجودش را که نیاز به بیدار شدن داشت بیابد. امی با پذیرفتن دلمردگی خود توانست سرزندگیش را باز پس گیرد. خشم انباشته شده در وجودتان را جستجو کنید. اگر از یافتن احساس خشم در خود هراس دارید، به یاد آورید که همراه با خشم توان شما نیز دفع شده است. خشم فقط هنگامی احساسی منفی به شما می آید که سرکوب شده باشد و یا به گونه نادرست با آن برخورد شود. هنگامی که نسبت به خود مهر و عطوفت داشته باشید، به آسانی می توانید اجازه دهید تمامی جنبه‌های وجود شما، هم از عشق یا خشم، کنار هم در وجودتان جا بگیرند. هرگاه خود یا دیگران را پیش داوری می کنم، متوجه می شوم که به تعابیری منفی از ویژگی یا رویدادی چنگ انداختم. در چنین مواردی مهم است که اجازه دهم احساساتم به شیوه درستی ابراز شوند. زنی به نام کارلا در یکی از دوره‌هایم شرکت کرد که لبخندی عمیق بر چهره داشت و وجودش می درخشید. کارلا در طول دوره آخر هفته تلاش خوبی داشت، اما هنگامی که نوبت کار بر احساس خشم رسید، گویا وجودش منجمد شد و گفت که هیچ گونه احساس خشمی ندارد. ما با هم تمرینی را انجام می دادیم که شامل کوفتن بالش ها با راکت پلاستیکی بود. تمرین هایی از این قبیل معمولاً انرژی فشرده شده فراوانی را آزاد می کنند. کارلا زنی درشت هیکل بود و حدود 20 کیلو وزن اضافه وزنش
و ظاهراً باید میتوانست آن بالش‌های کوچک را له و رورده کند، اما او به سختی میتوانست راکت را حتی تا بالای سرش ببرد. پس از پایان جلسه با کارلا به پیاده روی رفتم و با لحنی نیمه جدی درباره قدرت خشم صحبت کردیم و این نظر را مطرح کردم که کلید گشودن قلبمان معمولاً در خشممان نهفته است و هنگامی که این خشم آزاد شود انرژی حیاتی اصلی اجازه می‌یابد تا در ما جاری گردد. اما کارلا نمی‌توانست بپذیرد که خشم در درونش انباشته شده است. از او پرسیدم چرا کم کردن چربی اضافی بدن این همه برایش دشوار است. کارلا گفت این مسئله موقتی است. به او پیشنهاد کردم حتی اگر احساس خشم نمی‌کند، به هر حال 30 روز به تمرین رهاسازی خشم بپردازد و تأکید کردم که اگر فقط روزی 5 تا 10 دقیقه بالش‌ها را بکوبد، احساس شگفت‌آوری که در درونش دفن شده رها خواهد شد. کارلا پرسید هنگام کوبیدن بالش‌ها به چه فکر کنم. به او گفتم که اگر واقعا نمی‌تواند هیچ موردی را پیدا کند که سبب خشمش شود، می‌تواند تجسم کند که چربی‌های اضافی بدنش را می‌کوبد. ماه‌ها گذشت تا آنکه دوباره با کارلا صحبت کردم. هنگامی که پس از مدت‌ها به من تلفن کرد، هنوز با لاغر شدن، پول درآوردن و برقراری روابط نزدیک و مطلوب مشکل داشت. نخستین پرسش من درباره تمرین رهاسازی خشم بود. او گفت که این تمرین را انجام نمی‌دهد و یادآوری کرد زیرا از خودم یا هیچ کس دیگر خشمی ندارم. به او گفتم اگر تمامی آنچه را که می‌خواهیم نداریم، به دلیل آن است که احساس می‌کنیم بی‌ارزش هستیم و آنچه را می‌خواهیم از خود دریغ می‌داریم. هنگامی احساس بی‌ارزشی می‌کنیم که می‌پنداریم بد هستیم و هنگامی که احساس می‌کنیم عمیقاً بد هستیم، معمولاً احساس خشم می‌کنیم. اما کارلا هنوز پافشاری می‌کرد که به هیچ وجه از خودش یا دیگران ناراحت نیست. 1 سال گذشت تا اینکه کارلا دوباره تلفن کرد و اولین حرفی که زد این بود: حدس بزن چی شده؟ من خشمگین شدم. از شادی فریاد کشیدم. کارلا ویژگی‌های پنهان خود را پیدا کرده بود. او گفت که تمامی سال احساس خفقان می‌کرد و هیچ کدام از امور زندگیش به خوبی پیش نمی‌رفت، تا اینکه سرانجام به علت تنگ دستی اتاقش را به شخصی اجاره می‌دهد. اما پس از حدود 1 هفته نسبت به آن زن دچار خشم می‌شود. وی تلاش می‌کند تا این احساسات را مخفی نماید، اما هر بار مستاجرش به خانه می‌آمد ناراحت می‌شد و سرانجام به این نتیجه رسید که مرتکب اشتباه بزرگی شده است. کارلا به مستاجرش می‌گوید که آنجا را تخلیه کند، اما آن زن که جای دیگری را نداشت می‌گوید به محض آنکه اتاق دیگری را برای زندگی پیدا کند از آنجا می‌رود. کارلا کنترل خود را از دست می‌دهد و از او می‌خواهد که فوراً خانه‌اش را ترک کند و حتی آن زن را تهدید می‌کند که اگر تا 3 روز آنجا را ترک نکند همه اسباب اساسی‌اش را بیرون می‌ریزد. کارلا متوجه می‌شود که برای خلاصی از مستاجرش به شیوه‌های بدی دست زده است. سرانجام نیمه تاریک کارلا که عمیقاً پنهان شده بود چهره خود را نشان داد و او دیگر نمی‌توانست این جنبه سایه‌گون خود را انکار کند. کارلا توانست خشم خود را ببیند، مالک شود و در آغوش بگیرد. او گفت ابتدا چنان متحیر شده بود که نمی‌دانست چه کند. بنابراین روشی را که در دور فرا گرفته بود به کار بست و به درون خود رفت تا موهبت ماری متخاصم را دریابد. در پاسخ به پرسش چه هدیه‌ای برای من داری، ماری متخاصم گفت که هدیه او انرژی حیات است و چنانچه کارلا به او مهر بورزد و احترام بگذارد، تمامی نیروی لازم را برای برآورده ساختن رویاهایش در اختیارش خواهد گذاشت. کارلا توانست راکتی را که از بیش از 1 سال پیش گوشه خانه بی مصرف افتاده بود بردارد و آنقدر بالش‌ها را بکوبد تا تکه پاره شود. او گفت که با بیرون ریختن آن همه خشم و غضب حال خوبی پیدا کرده است. پس از چند ماه کار، روحیه کارلا خیلی بهتر شد. او جنبه‌ای از وجودش را پذیرفته و خود را برای داشتن احساسات غضب‌آلوده بخشیده بود. کارلا اکنون 3 برابر گذشته کار می‌کرد و پیروی از برنامه‌ای شامل رژیم غذایی و ورزش برای کاهش وزن را آغاز کرده بود. معمولاً مدتی طول می‌کشد تا بتوانیم برخی از جنبه‌های خود را ببینیم. حتی هنگامی که دانش و ابزار لازم را برای پذیرفتن تمامیت وجودمان داریم، باز هم در مواردی
آماده نیستیم جنبه‌های دردناک خود را ببینیم. اگر به دنبال بهبود روابطتان هستید، باید بدانید که انتظار یاری از طرف دیگر ارتباط بیهوده است. بهبود باید از شما نشأت گیرد. شما می توانید با برقراری ارتباط با همه ویژگی‌هایی که در وجودتان هست حرکت را آغاز کنید. احساس درماندگی ناشی از آن است که بین خود و خدا فاصله حس می کنید. به یاد آوردن این نکته که ما همگی یکی هستیم، در حقیقت به منزله بیدار کردن خداوند درونمان است. الوهیت، مهر و شور و شوق ما در هم آمیختند. از این رو با بیدار کردن محبت و شوق الوهیتمان را بیدار می‌کنیم. ما آموخته ایم که شور و عشق باید برای چیزهای بیرونی، یعنی سایر مردم، سایر مکانها و سایر چیزها ابراز شود. اما اکنون زمان آن رسیده است که مهر و شوق را نسبت به خودمان آزاد کنیم. مهر ورزیدن نسبت به همه وجودمان کاری پیچیده است. هرچند این روند باید ساده و طبیعی باشد، اما برای بیشتر ما این دشوارترین کاری است که انجام می‌دهیم. اگر مدتی طولانی است که روی خودتان کار می‌کنید و هنوز نتوانستید به طور کامل تمامی آن کسی را که هستید بپذیرید و دوست بدارید، ناامید نشوید. این بزرگترین وظیفه ماست و برای انجام همین رسالت به این جهان آمده. یه بار دیگه میخونم، اینجا رو با دقت گوش کن. اگر مدتی طولانی است که روی خودت کار میکنی و هنوز نتونستی به طور کامل اون کسی که هستی رو بپذیری و دوست داشته باشی، ناامید نشو. این بزرگترین وظیفه توئه و برای انجام همین رسالت به این جهان اومدی. در اینجا مایل هستم پیشنهاد کنم که اگر درباره مهر ورزیدن به خود جدی هستید، مراسمی ابداع کنید. هنگامی که به مردم میگویم به خانه رفته به خود به مهر بورزند، اغلب مات و مبهوت مرا نگاه میکنند و میپرسند چگونه این کار را بکنم. شیوه دوست داشتن برای هر کسی متفاوت است، اما مهمترین نکته آن است که تصمیم بگیرید به خود توجه کنید و مهر بورزید. پس از آن می توانید جزئیات این کار را مشخص کنید. عکسی از دوران کودکی خود بردارید و آن را جایی قرار دهید که روزی 1-2 بار به چشمتان بخورد. اگر هر روز به اداره می روید، عکسی هم در اتاق کارتان بگذارید. این کودک جنبه‌ای از وجود شماست که چنانچه مورد مهر و توجه قرار گیرد، تمامی شادی و نشاطی را که همواره خواسته اید برایتان به ارمغان می آورد. هرچند ممکن است ظاهر شما کمی با آن عکس تفاوت یافته باشد، اما هنوز هم وجود زیبایی هستید. هنگام مشاهده کودکان قلبمان باز می شود و تمامی عشق و بیگناهی خود را به آنها فرا می افکنیم. پس از تولد پسرم برایم حیرت آور بود که هر کجا می رفتم اشخاص بیگانه پیش می آمدند و از زیبایی، سلامت و بامزه بودن او تعریف می کردند و می گفتند که چه وجود نازنینی است. هیچ کدام از این افراد پیش از آن من یا فرزندم را ندیده بودند، اما همگی اطمینان داشتند که او تمامی این خوبی ها را دارد. در واقع آنها بخشی از ویژگی های خود را به کودکم نسبت می دادند و سپس آن را با من سهیم می شدند. حتی اگر فرزندم همچون اژدها وحشتناک بود، باز هم کسی اهمیتی نمی داد. ببینید به کودکان چه ها نسبت می دهید. آیا درباره زیبایی، بیگناهی، بی‌نقص بودن و شیرینی آنها می اندیشید؟ آیا فکر می کنید آنها لوس، غیر قابل کنترل، خودخواه و ناخوشایند هستند؟ آیا تصور می کنید این کودکان پدر و مادر بدی دارند که نمی دانند چگونه از آنها مراقبت کنند؟ هر نظری داشته باشید بدانید که آنها حالاتی از وجود شما هستند که فرافکنی کرده اید. مگر آنکه زمانی را با کودک سپری کرده باشید و بتوانید بی‌طرفانه او را ارزیابی کنید. احتمالاً جنبه‌هایی از خود را در او می‌بینید. قرار دادن عکسی از دوران کودکی در برابر دید معمولاً موجب می‌شود افراد درباره بیگناهی وجود خود فکر کنند. اغلب ما به کودکان بیش از خودمان و سایر بزرگسالان محبت داریم. اگر کودکی در نزدیکی کامپیوتر شما لیوان آبی را بریزد، آیا با انزجار به او نگاه می کنید یا بیگناهی کودکانه او را می بینید و آب را پاک می کنید؟
ما کودکان را کمتر پیش داوری می‌کنیم. خود را به صورت کودکی بیگناه مجسم کنید که فقط نیازمند عشق، توجه و تایید شماست. اجازه دهید این کودک آن عشق را دریافت کند. خود را مجسم کنید که هر روز به این کودک مهر می‌ورزید. چشمانتان را ببندید و بگذارید تصویری از دوران کودکیتان در ذهن شما مجسم شود. اکنون از خود بپرسید امروز برای این کودک چه می‌توانم بکنم؟ چگونه او می‌تواند مورد مهر و محبت و توجه من قرار گیرد؟ به صدای درون خود گوش دهید و بشنوید که وجود درون شما چه می‌خواهد و به چه نیاز دارد. شاید او نیاز داشته باشد که شما بگویید من تو را دوست دارم و میپذیرم، یا من قدر تو را میدانم. یا شاید او بخواهد که یک شب از برنامه شلوغ خود دست بکشید و به سینما بروید و یا یک بعد از ظهر استراحت کنید. به نظر میرسد بیشتر مردم به استراحت و قدرشناسی نیاز دارند. ما آنقدر مشغول بودن هستیم که فراموش کرده ایم چگونه مراقب خود باشیم. برای همه ما صبح‌ها هنگام مقدسی برای برقراری ارتباط با الوهیت وجودمان است. آن هنگام که آرامش و سکون شب راه را برای روزی نو باز می‌کند، افکار و احساساتتان برنامه آن روز شما را شکل می‌دهد. پیش از آغاز تهاجم روزانه اختصاص دادن چند دقیقه در صبح خود زمینه را برای روزی عالی آماده می‌کند. پیش از حمام کردن بدن خود را با روغن ماساژ دهید و خدا را برای تمامی اجزای آن شکرگزار باشید. از سر شروع کنید و همچنان که روغن را به روی پوستتان میمالید از خدا برای چهره، هوا، صدا، گوش و فکرتان تشکر کنید. سپس به همین ترتیب گردن و شانه‌های زیبا، بازوان، دستان، سینه و شکمتان را ماساژ دهید. از بدن خود تشکر کنید که برای شما وجود دارد. روحتان را سکنا می‌دهد و استوار و پابرجاست. حرکت را به سوی پاها ادامه دهید و دقت کنید تا بر یکایک اعضایی که ماساژ می‌دهید متمرکز باشید. به پاها که می‌رسید به یاد بیاورید که شما را به این سو و آن سو بردند و از آنها تشکر کنید و سپاسگزار باشید. سپس با چشمان بسته همه بدن خود را در نظر آورید و ببینید آیا در عضوی احساس فشار یا ناراحتی می کنید. توجه عاشقانه خود را به آن نقطه معطوف کنید. از آن تشکر کنید که ناراحتیتان را به شما اطلاع داده و بگذارید احساس فشار بدنتان را ترک کند. اگر برای ماساژ با روغن فرصت ندارید، می توانید به هنگام شستشوی بدن همین کار را بکنید. یکایک اجزای بدن خود را عاشقانه بشویید و از اینکه آن عضو کارش را انجام می‌دهد و پشتیبان سایر اجزای جسمتان است تشکر کنید. این کار بیش از 5 دقیقه وقت لازم ندارد، اما اگر فرصت بیشتری دارید، می توانید وقت بیشتری بگذارید. نکته دارای اهمیت آن است که به خودتان احترام بگذارید و این پیام را به خود برسانید که مهم هستید. به خلاقیت خود احترام بگذارید. هنگامی که حقیقتاً به خود احترام گذاشته وجودتان را محترم شمارید، می توانید همین رفتار را نسبت به سایرین داشته باشید و شرایط مثبت و افراد همفکر را به زندگیتان جلب کنید. می توانید هر شب وقتی را برای انجام دادن کاری خاص برای خودتان اختصاص دهید. حمام کردن شیوه عالی برای آرام شدن و رهایی از فشارهای روزانه است. روشن کردن شمع، کم کردن نور چراغ‌ها و فرو رفتن در آب گرم روشی بسیار خوب برای مهر ورزیدن و توجه به خودتان است. می توانید مراقبه کنید یا فقط ساکت باشید یا به موسیقی روح‌نوازی گوش دهید. اگر حمام کردن را دوست ندارید، می توانید هر شب پیش از خوابیدن فضای مهربخشی را برای خود ایجاد کنید. با روشن کردن شمع، سوزاندن عود و یا رایحه درمانی حالتان را خوش کنید و روزتان را با خوشی به پایان برسانید. می توانید موسیقی پخش کنید یا در سکوت به مراقبه بپردازید. اما به هر حال بگذارید فضای مهربخشی که ایجاد کرده اید تمامی وجودتان را در بر بگیرد. هنگامی که تازه روند بهبودم را آغاز کرده بودم، از همه کارهایی که می توانستم برای خودم انجام دهم فهرستی تهیه کردم. مدتی طول کشید تا متوجه شدم رفتن به سالن ورزشی با روحم سازگار نیست. البته ورزش برای بدنم مفید بود، یعنی در سلامت و شکل ظاهری من تأثیر داشت. برای منیتم هم خوب بود، اما روحم را تغذیه نمی‌کرد.
مهم است بدانید چه کارهایی برای اعتماد به نفس شما مفید است و چه کارهایی روحتان را تغذیه می‌کنند. در آن دوران بسیار احساس تنهایی می‌کردم، اما به جای غرق شدن در غم و اندوه تصمیم گرفتم برنامه مهر ورزیدن به خود را عملی کنم. هرچند واقعا آشپز خیلی ماهری نبودم، اما هر شب برای خودم شام بسیار خوبی تهیه می‌کردم. به مغازه که می‌رفتم از خودم می‌پرسیدم امشب چه بخوریم، چه بخورم که برایم روح نواز باشد. در هنگام غذا خوردن عود می‌سوزاندم و به موسیقی گوش می‌دادم. پس از شام برای خودم آتشی روشن می‌کردم و سراسر خانه را با نور شمع مزین می‌کردم. این کارها حال مرا خوش می‌کرد. پس از 1-2 هفته بی‌صبرانه انتظار ساعتی را می‌کشیدم که به خانه برسم و با خودم خلوت کنم. به جای آنکه منتظر باشم تا کسی را بیابم که به من مهر بورزد، خودم به خودم مهر ورزیدم و این شیوه در بهبود حالم بسیار مفید بود. مراسم شبانگاهی تغییرات عمده‌ای را در زندگی من ایجاد کرد. هر روز صبح با رضایت و آرامش از خواب بیدار می‌شدم. احساس خوبی نسبت به خودم داشتم و هر روز نکات جدیدی درباره مهرورزی و توجه به روحم یاد می‌گرفتم. آنچه را که دوست دارید دیگری برایتان انجام دهد، خودتان برای خودتان انجام دهید. اگر از گل خوشتان میآید برای خودتان گل بخرید. به موسیقی ملایم گوش دهید، شمع روشن کنید، عطر مورد علاقه خود را بخرید و هر روز از آن استفاده کنید. خلاصه برای خودتان مهم شوید. اگر به طور معمول به ظاهرتان اهمیت نمی‌دهید، می‌توانید با پوشیدن لباس زیبا هنگام صرف غذا، حتی اگر تنها هستید، به خود مهر و توجه نشان دهید. حتی اگر قصد ندارید از منزل بیرون بروید، لباسی را که دوست دارید بپوشید. همچون شاهزادگان با خود رفتار کنید، چرا که به راستی شاهزاده هستید. جهان بازتابی از خود شماست. اگر خود را از درون دوست بدارید، به خود مهر بورزید و ارج نهید، در زندگی بیرونی نیز همین حالات آشکار خواهند شد. اگر طالب عشق بیشتری هستید، به خود بیشتر عشق بورزید. اگر خواهان پذیرفته شدن هستید، خود را بپذیرید. به شما قول می‌دهم چنانچه از اعماق وجودتان خود را دوست بدارید و محترم شمارید، همان سطح مهر و احترام را از هستی فرا خواهید خواند. اگر گمان می‌کنید به رغم انجام این کارها هنوز هم دنیای بیرونی شما مطابق تصوراتتان نیست، از شما می‌خواهم که بار دیگر به درون خود توجه کنید. دروغی را که پنهان کردید آشکار نمایید و آنچه را که آرزویش را دارید اما به خود اجازه نمی‌دهید داشته باشید بیابید. تمرین 1. این تمرین به منظور شناسایی و رهاسازی انرژی مسموم احساسی طراحی شده است و طی آن توجه ما به بخشایش معطوف خواهد بود. هدف ما آن است که هر احساس بازدارنده‌ای مانند خشم، نفرت، پشیمانی یا گناه که نمی‌گذارد خود و سایرین را ببخشیم رها کنیم. یادداشت کردن روش مفیدی برای بررسی احساساتمان است. نوشتن ما را تشویق می‌کند که هرچه در فکر داریم بر کاغذ بیاوریم و مسمومیت موجود در بدن و افکارمون را آزادانه ابراز نماییم. به محض آنکه بدون پیش‌داوری به این مسمومیت اجازه وجود دهیم رها خواهد شد. ابتدا هرچه پیش رو یا اطرافتان هست جمع کنید. در حال حاضر فقط به یک دفتر یادداشت و قلم نیاز دارید. شاید پخش موسیقی ملایم، روشن کردن شمع یا سوزاندن عود برایتان آرامش بخش باشد. اکنون چشمانتان را ببندید، از تنفس برای آرام کردن ذهن یاری بگیرید و خود را به این روند وانهید. 5 نفس عمیق و آرام بکشید. چشمانتان را ببندید و خود را در آسانسوری مجسم کنید. دکمه ای را فشار دهید که شما را 7 طبقه پایین ببرد. با باز شدن در خود را در باغی دلانگیز می‌بینید. در حینی که به گلها و سبزه‌های زیبا نگاه می‌کنید، چشمتان به صندلی قشنگ و راحتی می‌خورد. چه جای مطلوبی که می‌توان با آرامش در آن نشست. آسوده آنجا بنشینید و نفس آرام و عمیق دیگری بکشید. اکنون پرسش‌های زیر را از خود بپرسید و بگذارید که پاسخ‌ها بر شما آشکار شوند. سپس چشمانتان را باز کرده آنها را یادداشت کنید. این روند را برای هر کدام از 4 پرسش تکرار نمایید و توجه کنید که هر بار چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق و آرام بکشید تا ذهنتان پاک شود
و بتوانید پاسخها را از قلب خود بشنوید. الف. چه داستانی درباره خود ساختم که شرایط کنونی زندگیم را وصف می کند؟ یادداشتش کنید. ب. چه رنجش‌ها، زخم‌های کهنه، خشم یا پشیمانی‌هایی را در قلبم حمل می‌کنم؟ یادداشت کنید. ج. چه کسی را مایل نیستم در زندگیم ببخشم؟ یادداشت کنید. د. چه رویدادی باید پیش بیاید تا بتوانم خود و دیگران را ببخشم؟ یادداشت کنید. اکنون فهرستی از افرادی که باید ببخشید تهیه کنید و نامه کوتاهی به هر یک بنویسید. اگر فهرست شما بسیار طولانی است، به آن تعداد که می توانید نامه بنویسید و بقیه را برای فرصت دیگری بگذارید. ه. نیاز دارید به خود چه بگویید تا زندگیتان را تا به امروز بپذیرید؟ 2. نامه‌ای به خود بنویسید و خود را ببخشید. 3. نام 3 نفر را که از همه بیشتر تحسین می کنید بنویسید و در برابر هر کدام 3 ویژگی آنها را که بیش از همه الهام بخش شما هستند یادداشت کنید. سپس فهرستی از این 9 ویژگی تهیه نمایید. فهرست ویژگی‌های مثبت این بخش را بخوانید و هر کدام را که نمی توانید در خود بپذیرید یادداشت کنید. این واژه‌ها را به آن فهرست 9 ویژگی مثبت اضافه نمایید. اکنون در برابر آینه‌ای بنشینید یا بایستید، هر واژه را بخوانید، به چشمان خود بنگرید و این جمله را تکرار کنید. من جای خالی هستم. این عبارت را آنقدر تکرار نمایید تا دیگر مقاومتی در برابر آن احساس نکنید. هر روز زمانی را به این کار اختصاص دهید که 1-2 واژه فهرست خود را پذیرا شوید. اگر در برابر واژه احساس درماندگی می‌کنید و نمی‌توانید یا نمی‌خواهید آن را بپذیرید، به سراغ واژه بعدی بروید و روز بعد به آن واژه برگردید. دوستان عزیز، مراقب خودتون باشید. برای من فصل خیلی جذابی بود. فصل 9 کتاب. یه فصل دیگه مونده با یه مؤخره کتاب که اونم تقدیمتون میکنم. روز و روزگارتون خوش.